چجوری خسته نمیشیم؟ رمز خسته نشدن استقامت‌های گذشته است. خب یه روزی تو وقتی خسته میشی، اون لحظه ایه که باید به خستگی توجه نکنی و ادامه بدی. وقتی خستگی رو ادامه میدی، این باعث میشه تو رشد کنی. برای رشد کردن نیاز به استقامت داری. استقامت یعنی چی؟ یعنی جلوی اون فکرایی که میخوان تو رو از اون مسیر دور کنن بگیری. سر کلاس نشستن سخت. تو چرا میشینی سر کلاس؟ به خاطر اینکه هدف داری، یعنی به خاطر خودت این کار انجام میدی. و باید سعی کنی که هر جا احساس خستگی کردی بدونی که این خستگیه اگر ادامه پیدا کنه باعث رشد شما